سلام. امروز درباره قیمت یارد صحبت میکنیم که حالا در همه جا چه بازار، اتوبوس، تاکسی، کوچه و پشت در خانه ها مردم راجع به آن شکایت دارند. بعد بالا رفتن ارزش دلار، قیمت یارد در بازارهای تاجیکستان ناگهان بالا رفت و 50 کیلوگرم آن از 280 تا به 325 سومانی و از آن هم بالاتر رسید. پیش از همه صدای مردم کم بی‌زاعت بلند شد. گزارش رادیو آزادی درباره گران شدن آرد و نان، غذای اصلی تاجیکان، بیشتر از 1000 شرح و نظر را در وبسایت رادیو آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام جمع آورد و چندی از آنها را همراه می‌خوانیم. از شرح کاربری به نام نیوژ نکتویا آغاز می‌کنیم که در صفحه ما در فیسبوک گذاشته است. زندگی در تاجیکستان دشوار شد. هیچ کس فکر خلق را نمی‌کند که چی طور زندگی کند. کار نیست. معاش 500 600 سومانی، آرد 325 سومانی. کاربر دیگری هم گفته است که با این گونه قیمت‌های بلند زندگی بسیاری ها سخت می شود، چون نه تنها نرخ آرد بلکه روغن، گاز، بنزین هم بالا رفت. کاربری که خود را در وبسایت ما زنی تنها معرفی کرده است، از حکومت خواسته است نسبت به این مشکل بی‌پروا نباشد. شرحش چنین است: همین مسئله را حکومت جدی گیرد. التماس، وضع اقتصادی اویلم نهایت وزنین است. چیکار کردنم را نمیدانم. گروه دیگری از کاربران حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که نتوانسته است شرایط را برای تولید گندم و آرد کافی در داخل فراهم کند. یک کاربری که از بردن نامش خودداری کرده است در وبسایت ما چنین نوشته است: همین مردم تاجیک فقط آرد و روغن و برنج و گوشت داشته باشد قناعت میکند. نخواد مملکت همین قدر قدرت نداشته باشد که همین چند محصولات را تامین کند. ما که حسیب و پنیر طلب نمیکنیم و هوسش را هم دیگر نداریم. در صفحه ما در یوتیوب شرح در این باره بسیار زیاد است و کاربران از مقامات خواستند کار کنند تا احوال مردم در این روزهای سخت بدتر نشود. شرح کاربری را میخوانیم که خود را ابراهیم معرفی کرده است. از وزیران و کبیران طلب میکنیم که در این شب و روزهای ناگوار چاره ها اندیشند، به بازارها برآیند، برای ارزان کردن مالهای نیاز مردم سهم گذارند. بس است در کرسی های ملایم نشسته کیف و صفا کردن. در واقع صحبت درباره سبب‌های بالا رفتن قیمت آرد در میان کاربران زیاد است و یک سببی اصلی آن هم تحریمات کشورهای غربی به ضد روسیه است که جنگ را به دلیل در اوکراین آغاز کرد. از بس که اقتصاد تاجیکستان پایبند اقتصاد روسیه است، عاقبت‌های تحریمات در کشور سخت احساس می شود. در این میان یک کاربر نوشته است که گروه نیز از این جنگ برای به دست آوردن فایده کار می‌کنند. شرح این کاربر را می‌خوانیم که خود را در اینستاگرام مظفر شمسیف معرفی کرده است. از این جنگ بی‌معنی همه به طور خود استفاده میبرد. یکی به جمعیت کمک میرساند، دیگر جیب خود را پر میکند، شخصان به غارتگری دست میزنند. به فکرم فرد یافت نمیشود که بگوید من آرد را با نرخ ارزان ذخیره کرده بودم و با نرخنامه پیشینه میفروشم. بزرگوار گفته است در شهر مسلمان زیستم و مسلمان ندیدم، در شهر کافر زیستم و مسلمانی بدیدم. شما چی میگویید؟ بالا رفتن قیمت آرد به همیان و بودجه عائله شما هم تاثیر کرد یا نه؟ زیر همین برنامه نویسید یا در صفحه رادیو آزادی که نشانیش را میبینید. اگر در ویدیو ثبت کنید و به این شماره از طریق واتساپ و یا تلگرام بفرستید چه بهتر. آزادی آنلاین به پایان رسید. لایک موندن از یادتان نرود. تا دیدار در برنامه دیگر.